باران رحمت الهی تو حرمه عقیله بنی هاشم زینب کبرا. به اندازه قطرات باران عجب حال و هوایی بود. دیدید گلا رو آوردن. الان هم تا دقایق دیگر مردم این گلا رو مضجع مطهر زینب کبرا قرار میگیره و تصاویرش رو براتون پخش میکنیم. اما قبل از اون میخوام سید مهدی میرداماد هرچی ارادت به عمه جانش زینب داره به نیابت از شما و همه عزیزای دل چند بیت بخون زیر این بارون. به یه 2 بیتی هم مونده ما رو مهمون کن. سلام بر تو که ام المصائبت خوانن، تویی که غمزه ازل در دلت اقامت داشت. تو سر برای نی سینه ای گذاشته ای که بوسگاه نبی بود و عطر جنت داشت. من و مکارم اخلاق زینبی هیهات، کجا برابر خورشید ذره جرأت داشت. چه بانویی که صبوری نمود چون زهرا، چه بانویی که به قدر علی کرامت داشت. حسین از تو جدایی نداشت در هر حال، مگر به خاطر انسی که با شهادت داشت. سلام علی قلب زینب صبور. اینم تقدیم به همه جانم زینب. ممنونتم. من فکر می‌کنم دیگه بازم لباسمو عوض کنم بریم برای گلارایی. ممنون از سید مهدی میرداماد، از همه شما بیننده های عزیز. و آسد مهدی زیر این بارون من یه بیتو خیلی دوست دارم. اول به نیابتتون سلام میدم، میگم السلام علیک یا عقیلة العرب و میگم حاجت نگرفتن به خداوند محال است. حاجت نگرفتن به خداوند محال است روزی که علی صاحب دختر شده.